قصه پیرمرد و حضرت سلیمان. پیرمرد در دامنه کوههای دمشق هیزم جمع می کرد و آن هیزم را می فروخت و با پول آن زندگی خیش را تأمین می کرد. روزی گذار حضرت سلیمان به این جای افتاد و پیرمرد را دید و دلش به حال او سوخت. تصمیم گرفت که زندگی این پیرمرد را تغییر بدهد. یک نیگین قیمت بهای را به پیرمرد داد و گفت: این نیگین را بفروش و زندگیت را سامان بده. دیگر تو را لازم نمی آید که هیزم فروشی کنی. پیرمرد خوشحال شد و از حضرت سلیمان تشکر کرد و به خانه‌اش آمد و نیگین را به همسرش داد. همسرش خیلی خوشنود شد. این نیگین را به جای خوب پنهان بکن، پگاه آن را می فروشم. همسر پیرمرد نیگین را به نمکدان گذاشت و ساعت پس فراموش کرد. روزی همسایه به طلب نمک آمد و پیرزن نمکدان را به او داد. همسایه نمکدان را برد و از آن نیگین را پیدا نمود و دانست که این نیگین بسی گرانبهاست. نیگین را پنهان کرد و به پیرزن چیزی نگفت. پیرزن هیچ به خاطر آوردن نمی توانست که نیگین را در کجا پنهان کرده است. پیرمرد بسیار عصبانی شد. چند روز کافتند و نیگین را پیدا نکردند. موی سفید باز برای هیزم آمد و هنگام هیزم چینی باز حضرت سلیمان را دید. قصه گم شدن نیگین را با او گفت. حضرت سلیمان نیگین دیگری به او داد و تأکید کرد که آن را خوب نگهداری بکند و بفروشد. پیرمرد به حضرت سلیمان تشکر گفت و راه خانه‌اش را پیش گرفت. در راه نیگین را از جیبش بیرون آورد و بر روی سنگی گذاشت تا خوب تماشا بکند و لذت ببرد. از قضا ناگاه پرنده‌ای پیدا شد و نیگین را به منقار گرفت و پرید. پیرمرد بیچاره هرچند دوید و فریاد کرد، چیزی کرده نتوانست. پیرمرد به خانه برگشت. چند روز از خانه بیرون نبرآمد. در خانه چیزی نیست که خوراک بپزم. تا چند در خانه میشینی؟ برای هیزم برو، گفت همسرش. پیرمرد باز به هیزم چینی رفت. هیزم را جمع کرد و پشتواره بست و راه خانه‌اش را پیش گرفت و دید که حضرت سلیمان با حیرت به او می‌نگرد. نیگین را پرنده‌ای ربود. پیرمرد قصه نیگین را ربودن پرنده را به حضرت سلیمان گفت. میدانم که دروغ نمیگویی، گفت حضرت سلیمان. این نیگین را بگیر. این قیمت‌تر از آن دو نیگین است که قبلا داده بودم. حتما بفروش و زندگیت را سامان بده. پیرمرد خیلی خوشنود شد. تشکر گفت و به خانه‌اش برگشت. در راه به خانه به کنار دریای نشست، دستهایش را شست و نیگین را هم خواست بشوید. ناگاه نیگین از دستش به دریا افتاد. پیرمرد هرچند کافت و کافت نیگین را پیدا نکرد. دل آزرده به خانه برگشت و آن را به کمپیرش قصه کرد. چند روز به هیزم چینی نبرآمد، زیرا از حضرت سلیمان شرم می داشت. به هیزم چینی برو، گفت کمپیرش. آن نفر هر شخصی که هست تو را دوست می دارد. از تو خفه نخواهد شد.
چطور گم شدن نگین را به او قصه بکن. موی سفید چار و ناچار باز به هیزم چینی رفت. وقتی که هیزم ها را پشتار بست، چشمش به تخت حضرت سلیمان افتاد. از شرم بجست و روی به گریز آورد. سلیمان میخواست که او را باز دارد و ناگاه فرستاده خدا جبرائیل پیدا شد. ای سلیمان، خداوند میپرسد که تو کی هستی که قسمت بنده مرا تغییر دادن میخواهی؟ تو مگر مرا فراموش کردی؟ حضرت سلیمان اشتباه خود را دانست و به سرعت به خداوند سجده نمود و عذر خواست. حضرت جبرائیل گفت: خداوند می‌فرماید اکنون ببین که من چگونه زندگی این پیرمرد را تغییر خواهم داد. پیرمرد که با سرعت به طرف خانه‌اش می‌دوید با ماهیگیر روبرو شد. من امروز ماهی بسیاری داشتم. بیا موی سفید، به تو 1-2-3 ماهی بدهم، گفت ماهیگیر. پیرمرد ماهی ها را گرفت و از او تشکر گفت و راهش را ادامه داد. به خانه‌اش رسید و ماهی ها را به کمپیر داد و گفت: تو این ماهی ها را بریان کن، من هیزم میارم. کمپیر ماهی ها را شست و تازه کرد و هنگام تازه کردن از درون ماهی نگین قیمت بهای را پیدا نمود. خواست ماهی ها را نمک بزند و به یاد آورد که نگین اولی را در نمکدان پنهان کرده بود. پیرزن با سرعت به سوی خانه همسایه دوید. زن همسایه شرمسار نگین را به پیرزن برگرداند و زاره کرد که این قصه را هرگز به شوهر او نگوید، زیرا که شوهر او مرد پارسا و حلال خور است. اگر از این قصه آگاهی یابد او را از خانه بیرون می کند. پیرمرد به شاخه درختی برآمد تا شاخه خشک شده آن را ببرد. ناگاه چشمش به لانه پرنده افتاد و نگین خود را در آن لانه دید. خوشحال شد و نگین را گرفت و دوید سوی خانه. پیرزن ماهی بریان پخته بود. آنها ماهی را خوردند و صبح دیگر پیرمرد هر 3 نگین را به بازار برد و با قیمت گران بفروخت و دولت زیاد به دست آورد و از هیزم چینی خلاص شد. حضرت سلیمان که این همه حادثه را با چشمان خود میدید، دانست که بنده حالت بنده را تغییر دادن نمیتواند تا زمانی که خداوند این را نخواهد. به خداوند یقین و باور داشته باشید.